ذهنیت عجیب و به اساس شکل گرفته که گویا هرچه بیشتر سخن بگویی و حرافی کنی همان قدر دانا، چیز فهم و اجتماعی به نظر میرسی. اما آیا کسی هست که به این عده بفهماند؟ عزیز دل، شاید سخنی که تو ساعتها با شور و حرارت درباره‌اش حرف میزنی برای مخاطبت جز خستگی و ملال نباشد. آیا نمیدانی که سکوت مخاطبت بیشتر به خاطر مراعات ادب و حفظ رابطه‌ات است، نه نشانه رضایت؟ ورنه گفتن لطفاً ساکت باش نه سخت است و نه هم نیاز به تأمل دارد. دوست گرامی، پرحرفی هیچگاه معیار اندیشمندی یا اجتماعی بودن نبوده و نخواهد بود. در واقع زیادگویی چیزی جز آشکار ساختن شکاف‌های شخصیتیت نیست. هرچی بیشتر بدون اندیشه سخن بگویی، نه تنها سنگینی شخصیتت را زیر سوال میبری، بلکه فرصت شنیدن و فهمیدن را نیز از خود و از دیگران میگیری. ما در عصر آلودگی و انفجار اطلاعات زندگی میکنیم، عصری که در آن کمبود سخن یا اطلاعات وجود ندارد. آنچه امروز به شدت کمیاب است، سخنان سنجیده، اندیشیده و مؤثر است. بیایید بیاموزیم که به جای زیادگویی کمتر اما دقیقتر و مفیدتر سخن. بیایید یاد بگیریم که هر واژه را با وزن از خرد و حکمت همراه کنیم. این گونه نه تنها اخلاق پیامبرمان را صلی الله علیه و سلم را که فرموده سخن نیکو یا سکوت رعایت کرده، بلکه نزاکت روابط اجتماعی و وقار شخصیتمان را نیز محفوظ داشته. یک چیز دیگر را فراموش نکنیم: حکمت در سخن گفتن. کلامی که از دهنمان جاری می شود مانند تیری است که از کمان رها شده. پس پیش از سخن گفتن بیندیش که آیا تیرت به هدفت می رسد یا تنها زخمهای بیهوده بر پیکر مخاطبت می زند. سخن گفتن هنر است، اما سکوت در جای مناسب هنر برتر. آن که کلماتش را با دقت و حکمت می سنجد، نه تنها احترام دیگران را جلب می کند، بلکه عمق اندیشه و شخصیت خود را نیز به نمایش می گذارد. بیایید به جای انبوه کلمات بی هدف با هر جمله ما اثر مثبت به جای بگذاریم. این گونه نه تنها ارتباطمان عمیق‌تر و ماندگارتر خواهد شد، بلکه با الگویی از ادب، وقار و اندیشه برای دیگران مبادل خواهیم.